آتیش میگیره گاز میده. سوراخ لوله رو ببینید، این سوراخه. بعد از این برای اومدیم بیرون رو زرم چندین لوله اصلی را دیدیم دسته داخل سرویس بهداشتی. از سرویس بهداشتی یا باید این از کورش کنیم یا همچه آقا اونو یه توشکار گاز بیاریم ببینیم میتونه درست کنه، اون انجام بده یا نه. اگه میتونه درست کنه درست میکنه، اگه نتونست باید از این دقت کنیم دوباره هر گاز لوله چشی کاستین اون انجام بده، رو کار انجام بده. به اضافه این بر اینم که پله هایی که گفته بودیم مال سرویس بهداشتی، اینم پله ها که درست کرده پله های سرویس بهداشتی انجام دادیم و خدا دیگه کلافه شدم آی مهندس. نه به والله حالا دیگه اصلا نمیشه که کار کرد اصلا. آقا بیایم ما رو تصفیه حساب کنیم، ما بریم بعد آقا بزنیم یه لقدم در چونم بزنیم بجین آقا برو گورتو گم کن.